به شرافتم قسم دختر بابام نیستم. اگه زیر همین پست 5 تا کامنت بذاری این آیفون رو به دستت نرسونم. دروغ. بکنم سوژه رو پیدا کردم. میخوام رنگ لباسشم با 207 که میخوام هدیه بدم یکیه. کسشر. میخوام به یک از شماها $10,000 سرمایه برای ترید کردن بدم. کسشر. آقا ببخشید این آیفون 17 واسه شماست. با ام وی ام آخه. شغل چیه در حال حاضر؟ چقدر درآمد داری؟ شغل ندارم، دانشجوام. اگه حدس بزنی شغل من چه این $100 رو بهت میدم. نه بابا ترید نیست. چرا فکر می‌کنی ترید؟ یعنی لعنت به این شرایط گند که باعث شده همه مردم هشتشون گرون نوعشون باشه. واسه همین میخوام به عنوان داداش کوچیکترتون دست تک تکتون رو بگیرم، جوری که ماه دیگه همتون بیاد ازم تشکر کنید. فقط کافیه این پوستر رو لایک کنی، این پایین برام بنویسید داداش. نمیدونی مشکل اینه که قیافتون به این حرفا نمیخوره. واقعا قیافتون به این حرفا نمیخوره. تو و کل اون امثالت که دارید تو مجازی زر مفت به مردم تحویل میدید. آی به شرف هم قسم فلان کارو میکنم، به شرافت هم قسم این کارو میکنم، به شیر مادرم بهتون آیفون میدم، یه روزی $1 جمع کنید خودتونو. اصلا نمیتونم رو اینو من فام برم. بابا ریدم تو محتواتون. جمع کنید خودتون رو کف مجازی. گایدین ما رو گایدین.